نیست. به همین دلیل به رسم تذکر هم که شده، تذکر به خودم و همه کسانی که صدایم را بشنون، میخواهم در حوزه اخلاق صحبت بکنم، برای اینی که اخلاق و کاراکتر و رفتار سنگ بنای زندگی فردی و اجتماعی ماست و ما اگر بتوانیم اخلاقی تربیت شویم، اخلاقی بزرگ شویم، ما شخصی موفق خواهیم بود، خانه موفق خواهیم داشت و جامعه موفق خواهیم داشت و آهسته آهسته خواهم آمد نمونه های از رفتارهای بد اخلاقی را که در جامعه و خانواده ها هست برخواهیم شمرد و بعد راههایی را هم پیشنهاد خواهم کرد که ما چه کار می توانیم بکنیم که از این ورطه و از این پرتگاه تا اونجایی که می توانیم خود را و فرزندان خود را و خانواده های خود را حفظ بکنیم. خب در شروع یا در توضیح این بحث اصل سخن ما از قرآن می آید، مبنای سخن قرآنه و بعداً اگر ضرورت باشد به احادیث و به تحقیقات علما خواهیم پرداخت. قرآن نگاه فوق‌العاده داره به زندگی انسان. خداوند متعال در قرآنش در واقع انسان را گل هستی می نامه. همه هستی را برای انسان آفریده تا انسان بتواند در این فضایی که برای او آماده شده رشد بکند و شخصیت خود را پرورش بدهد. سرشار از آیات قرآن از تبیین و معرفی انسان. ما زمانی که ابعاد خود را بشناسیم، ظرفیت‌های وجودی خود را بشناسیم، استعدادی را که در نهاد ما به ودیعت گذاشته شده است بشناسیم، اون وقت می توانیم بفهمیم که چگونه این ابعاد وجودی خود را بارور کنیم. برای اهمیت این سخن شما به این سوره از قرآن نگاه بندازید و ببینیم که قرآن چقدر به انسان و نفس انسان و خلقت انسان و جایگاه انسان بها می‌دهد و چه انتظار از او دارد. قرآن در سوره و شمس چندین قسم را و آن هم قسم‌های بسیار بزرگ را ردیف می‌کند و می‌فرماید و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و نور و روشنایی که خورشید تولید می‌کند. شما ببینید جایگاه خورشید، عظمت خورشید، بزرگی خورشید، نقش خورشید در رشد نباتات، گیاهان، انسانها. شما اگر در روز چند دقایق و ساعت را در نور خورشید طی نکنید ویتامین دی تون را از دست میدید. درختها، نباتات، گیاهان اگر نور خورشید را نبینن رشد نمی کنن، بزرگ نمی شوند. پس شما در مورد جایگاه و عظمت خورشید هرچه آدم بگوید کم گفتیم. قرآن قسم میخوره به خورشید که من این را برای شما آفریدم. والقمر اذا تلاها، و قسم به ماه زمانی که به تعقیب خورشید می آید. ماه، جایگاه ما، عظمت ما، شکوه ما. قسم به روز زمانی که با خورشید روشن می شود. روز در عظمتش و در جایگاهش و در نقشش. شما فکر کن اگر همه زندگی آدم ها شب بود، ما اصلا روز نداشتیم. اگر روز اصلا نمی آمد و این روشنایی نبود، زندگی نبود. قسم به شب اذا یغشاها، قسم به شب زمانی که تاریک میشه، در آرامش فرو میره، تمام هستی در آرامش مطلق
در استراحت مطلق، زیبایی، آرامش، سکوت و راز و رمز که در شب هست برای زندگی انسان و همه موجوداتی که در کره هستی هست. نباتات میخوابه، حیوانات میخوابه، انسانها میخوابه، هستی آرامش داره و یک فضای فوق‌العاده در نظام زندگی. بعد و سماع و ما بناها، قسم به آسمان و اون کسی که او را بنا کرد، زیبایی هایی که در آسمان، اونایی که کهکشان ها را سیر میکنن، اونهایی که آسمان را رصد میکنن، زیبایی این عظمت را، بزرگی این عظمت را تا هنوز که هنوزه ابعادش را نتونستن کشف بکنن. والارض و ما طحاها، قسم به زمین، این پهنایی که در گستره زمین هست و برای زندگی بشر آفریده شده است. اونایی که در قسمت زمین تحقیق کردن، میلیون ها سال خداوند متعال زمین را برای زندگی انسان آماده کرد تا انسان را در کره زمین خلق بکنن. و بعد می‌فرماید و نفس و ما سواها، و قسم به نفس و اون کسی که این نفس را تسویه کرده. دو نکته را میخوام در اینجا عرض بکنم. در عربی الف لام حرف تعریفه، یعنی برای اینی که یک چیز را مشخص بکنه که منظور من اینه، الف لام سرش میگذاره. مثلا وقتی که میگوییم از زبیدی، مثال منظورش در میان همه زبیدی هایی که هست، منظور ما این زبیدیه که اینجاست. اما وقتی که این الف لام نیست، همونطور که در انگلیسی حرف the THE حرف تعریفه، وقتی که شما در شروع یک جمله قرار میدهید، پیش یک اسم قرار میدهید، منظور شما اینه که اصلا ما بحث در مورد یک کسی میکنیم که هم تو میشناسی هم من میشناسم. در شروع جمله وقتی که میآید تعریف میکنیم. در اینجا وقتی که بعد از همه جملات و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، بعدش میآید و نفس و ما سواها. همه اینها را معرفه ذکر میکنه، الف لام اولش میاره، اما به نفس که میرسه به صورت نکیره و میخوای بگه که نفس، چه نفسی؟ نفسی که هنوز نه شما شناختین و برایتون هنوز گنگه. وقتی یک چیز برای شما شناخته شده است بهش دقت نمی کنین. مثلا وقتی که میگیم احمد بچه محمود، خب شما میدانین همسایه من یا عمر شناسید. اما وقتی که میگیم احمد، شما بلا فاصله سوال در ذهنت خلق میشه که منظور از احمد کیه؟ کدام احمد تو میگی؟ در جامعه ما صدها احمد و منظورتون کدام احمد؟ قرآن در اینجا نفس را نکیره میاره، یعنی این که نفس، چه نفسی؟ کدام نفسی؟ این نفس چی هست؟ و بعد و ما سواها، و اون اینجا دو چیزه، یا ما منظورشون از خداوند، قسم به نفس و اون کسی که نفس را تسویه کرده. تسویه یعنی زینت داده، یعنی ای را به حساب به سطح کمال به وجود آورده. یا اینی که منظورش اینه که نفس و اون نفسی که او را تسویه کرده و تزیین کرده و به یک شگرد و شکل خاص به وجود آورده. سخن ما و حرف ما وقتی که در اخلاق میگوییم برمیگردیم به همین نفس. بعدش در ادامش میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. این نفس را، همه هستی را ما برای ای به وجود آوردیم و بعدش هم فالهمها، ما الهام کردیم هم راه فلاحش را هم راه شقاوتش را. الهام در واقع یک نوعی از آموزشه، یک نوعی از آگاهیه، یک نوعی از خبره. گاهی ما خبر وقتی به ما میرسه مستقیم میگیم احمد برو این کار رو بکن، یا پیامبر میآید میگوید پیام خدا اینه، مستقیم داره ابلاغ میکنه. اما گاهی
پیام مستقیم نمی آید. این پیام به انواع مختلف به بشر ابلاغ میشه، یا از طریق رؤیا یا از طریق الهام که نوع در واقع القاء، نوع تفهیم یک نگاه، یک باور، یک خبر به یک انسانه. بعض آدما یک چیزی را میفهمن، خبر میشن، استخوانش، ما سابق میگفتیم استخوان فلانی خبر شده، برای اینکه در واقع به یک نحوی به این بشر الهام شده، به یک نحوی این خبر رسیده و به ذائقه این و به مفکوره این منتقل شده که چنین خبری میرسه. و قرآن در اینجا میفرماید که این نفسی را که خداوند تصفیه کرده، فلاح و فجورش را هم بهش الهام کرده. شما میبینین هیچ قاتل دوست نداره ور قاتل بگیم، هیچ دزد دوست نداره ور دوست بگیم، هیچ جنایتکاری هم دوست نداره ور جنایتکار بگیم و کوشش میکنه که جرمش را و جنایتش را و خلافش را به یک نوع منکر بشه. امروز در دادگاه بودم، یک کسی را محاکمه میکرد، متاسفانه هر دو از جامعه ما بود، 2 بچه 17 ساله از یک فروشگاه رفته بود، دزدی کرده بودن. لباسشان را، یکش رفته بود 3-4 تا پیران رو پوشیده بود زیر لباسش و بعدش بدون اینکه پولش را بده و بدون اینکه خبر بکنه آمده بود بیرون و بعدش هم کامera گرفته بود. و او یکی دیگه هنوز این کار را نکرده بود، هنوز هیچ چیز رو بر نداشته بود، چون رفیقی بود ای که به حساب آمده بود و هم فرار کرده و پلیس هر دو رو گرفته بود و هر دو رو هم محاکمه میکرد. قاضی از اون شخصی که فرار کرده بود میگفت خب این که سرقت کرده، چیز رو برداشته، تو دیگه چرا؟ میگفت من دیدم که من با این دوزیم، به همون خاطر من نخواستم در گیر زمین باشم، من فرار کردم، و الا من نه انگیزه سرقت داشتم، نه اصلا خواهان سرقتم و نه هیچ چیز دیگه. حتی زمانی که نفس آدم، شخصیت آدم، خداوند میگه ما به این الهام میکنیم، هیچ کسی جرم را به هر شکل که باشه نه میپذیره، نه دوست داره و حتی رنگش را بر خودش نمیپذیره. این آقای دوم نه سرقت کرده بود نه دیگه کرده، ولی چون با این بود، وقتی که این دست به کار زده بود و دوربین فروشگاه در واقع این رو گرفته بود، در نتیجه این پا به فرار گذاشته بود و پلیس هر دو رو گرفته بود و هر دو رو هم متهم کرده بود. قرآن میفرماید فلاح و فجور را به همه آدما ابلاغ میکنیم، الهام میکنیم، حتی اگر پیامبر هم نباشد. خیلی آدما اون وجدانش، اون شخصیتش، اون فطرت انسانیش خوب و بد رو میفهمه، چی چیزی خوبه و چی چیزی بده. و به همین دلیل هم هست که بعداً میاییم علم این نیست که تو حتما دانشگاه بری، چه بسا دانشگاهی رفته جاهله، چه بسا عالم فیلسوف نمیدانم ماستری و چی نادانه، و چه بسا آدمی که سواد نداره عالمه. علم در فطرت انسانه، در اون چیزی که الهام شده بهش. حالا درسته وقتی که درس میخوانی ای را بارورتر میکنی، در یک رشته خاص تخصص پیدا میکنی، اما این معنیش نیست آدمی که درس نخوانده توجیه بکند که نه من چیزی را نمیفهمم چون درس نخواندم. و این همون چیزی که قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. ما در وجدان انسان، در شخصیت انسان، در سویدای جان انسان اون زمینه را، اون استعداد را، اون فرصت را نهادینه کردیم و الهام کردیم که فلاح کجاست و فجور کجاست، خوبی کجاست و بدی کجاست، زیبایی کجاست و زشتی کجاست. اما برخی موقع این شخصیت در اثر تکرار جرم
و در اثر تکرار اشتباه به اندازه رنگ میبازه و ضعیف میشه که اون وقت این شخصیت انسانی که الهام الهی رو میگیره آرام آرام دیگه اون استعداد و ظرفیتش را از دست میده. و اینه که تزکیه وقتی ما صحبت میکنیم بعداً به همین وادی میاییم. حالا اصل سخن من در کجاست؟ در اینجا که ما میاییم قرآن میفرماید انسان 2 مرحله خلقت دارد. این رو هم علمای اخلاق میگن، هم احادیث میگن و هم از مفهوم قرآن میفهمیم. انسان 2 مرحله خلقت دارد. مرحله اول اون چیزیه که خداوند آفریده انسان را. خداوند خلق کرده بر اساس فطرتش و فطرت انسان بین خیر و شره. طفل معصومه، نه قاتله نه دزده. این طفل یک استعداده، یک ظرفیته. وقتی که به دنیا می آید در واقع خلقت ای را خداوند به وجود آورده، اما مرحله دوم را خداوند برای خود ما گذاشته که شما خودتان شخصیتتان را بارور بکنید و استعداد را در درون ما گذاشته که ما این شخصیت را چگونه به بار میاریم. و لذاست که رسول الله نکته فوق العاده زیبا داره، میفرماید و ما من مولود الا یولد علی الفطره. هیچ طفلی به دنیا نمی آید جز این که بر همون فطرت پاک انسانیش. و بعد فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. این پدر و مادر، این خود شخصه، این محیط اجتماعی، این محیط خانوادگیه که این طفل را با فطرت سفید و پاک یا مجوسی میکنه یا یهودی میکنه یا نصرانی میکنه. یعنی طفل در واقع یک کتاب سفیده، یک دفتر سفید که هیچ چیز در اون نوشته نشده. این یا خانواده و پدر و مادرشه، یا جامعه است و یا خود این شخصه که این کتابچه سفید را چه می نویسه و چگونه پر می کنه. آیا تبدیل می کند به یک کتاب انباشته از افتخارات، انباشته از خاطرات نیک، انباشته از رفتارها و سلوک موفق، یا نه یک کتاب تولید میکنه انباشته از نفرت، انباشته از جنایت، انباشته از خیانت، انباشته از بدرفتاری و بیرحمی و بدسگالی. این انسانه که ای را چگونه به بار میاره. و لذاست که قرآن دقیقا همین رو میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها. خداوند وقتی انسان را خلق میکنه بر اساس یک فطرتی خلق میکنه که این فطرت خدا طلبه، حقیقت طلبه. دفعه اول که یک طفل رو شما خوب امتحان بکنید، طفل وقتی که بعداً بزرگ میشه میخواد یک دروغ بگه، بلد نیست دروغ بگه. و وقتی هم که دروغ میگه خودش میدانه که من دارم خراب میکنم. رفتارش، رنگش، برخوردش، شما این رو خوب میبینید. وقتی که یک کار خرابکاری میکنه برای پنهان کردنش، ماسمالی کردنش و خاک پاشندن رویش نابلده، ناتوانه. برای این که هنوز بر فطرتشه. این فطرت پاکه، این فطرت معصومه، راستی رو دوست دارد، صداقت رو دوست دارد، پاکی رو دوست دارد. و به مجردی که از این فطرت میخواهد خارج شود بلا فاصله خجالت میکشد، دست پاچه میشود، میترسد. و به همین دلیل هم هست به میزانی که انسان بر فطرتش بمانه
به همون میزان اون وجدان انسان، اون وجدان و ظرفیت فطری انسان توانا میمانه، دست نخورده میمانه، متمایل به راستی و حقیقت میمانه و متمایل به فلاح میمانه. و بعد به میزانی که همین طفل اگر یک دروغ را موفق گفت، دروغ دیگر را موفق گفت، پدر و مادر مراقبت نبود، جامعه مراقبت نبود، آرام آرام این استعداد را بارور میکنه. سالهای قبل من یک فیلمی را دیده بودم، یک بچه را آورده بود که اعدام بکنه. گذشته این بچه چی بود؟ ایشان بار اول رفت یک تخم مرغ را از همسایه دزدید. مادرش آمد رو تشویق کرد، آفرین بچه، عجب هنری داشتی تو، کاری خوبی کردی. این دفعه دوم 2 تا تخم مرغ، 3 تا تخم مرغ، و بعد از اون خود مرغ رو رفت دزدید آورد. مادرش بازم تشویق کرد، عجب کاری خوبی کردی. گوسفند رو دزدید آورد، بز رو دزدید آورد. کل قریه همه از دست این دوز به تنگ آمدن که این قریه ما خوب بود، امن بود، آرام بود. چی شده که حالا نه تخم مرغ میمانه، نه مرغ میمانه، نه گوسفند میمانه؟ تا آخرش رفت شتر رو دزدید. مرغ رو میشود قایم کرد، تخم مرغ رو میشد قایم کرد. وقتی که شتر را دزدید آورد، شتر را دیگه نمیشد قایم کرد. گردن شتر از طبیله این خانم بالا زده بود و به مجردی که شتر گم شد، مردم وقتی که جستجو کردن دیدن بله گردن شتر از طبیله فلان خانم بلند بالا زده. آمدن گرفتن ایره گرفتن. حاکم آورد که این بچه را اعدام بکنه، برای که این بچه کل قریه را ناامن کرده، کل محیط را ناامن کرده. وقتی که میخواست سرش را بالای دار ببره، این بچه گفت من میخواهم یک دفعه مادر خوره ببینم و بعدش اعدامم کنید. مادر را آوردن. وقتی در برابرش ایستاد شد، به مادرش گفت تو هم زبان خوره در بیار، تو هم با زبان تو رو ببوسم. وقتی که زبانش را در آورد، زبانش را با دندان جوید و قطع کرد و انداخت پیش پایش. گفت همین زبان بود که مرا به اینجا رسانده. اگر این زبان در لحظه ای که من تخم مرغ دزدیده بودم، اگر مرا سرزنش میکرد، اگر مرا نکوهش میکرد، من نباید به اینجا میرسیدم. همین تشویق تو، همین حمایتی تو، یا همین نادیده گرفتنی تو باعث شد که امروز من سرم بالای دار باره و نتیجهش هم زبان توه. پس بنابراین در واقع انسان بر اساس این فطرت آفریده شده. این یا پدر و مادره، یا جامعه، یا خانواده که بچه ها را به بالای دار میکشانه و از مسیر فطرت فارغ میکنه. و به مجردی که انسان از مسیر فطرت فارغ شد و منحرف شد، اون وقت که لحظه به لحظه نفس بر او مسلط میشه، او را وادار میکنه تا اون جای میبره که به پرتگاه برسانه. نفس مانند اسب چموشه، اسب سرکش که مدیریت نمیشه، یا خودش را از دره پرت میکنه و شما را هم با خودش به دره میندازه. پس بنابراین قرآن میفرماید خلقت انسان در 2 بخشه. یک بخش را خالق عالمیان خلق کرده بر اساس فطرت، بر اساس یک دفتر سفید، بر اساس یک دفتر مستعد و آماده. اما بخش دیگر را تو باید معمارش باشی، تو باید نویسندهش باشی، تو باید بتوانی خودت را و شخصیتت را و کاراکترت را خلق بکنی، که اگر تو نکردی، اون وقت که بیرون جامعه، خانواده خلق میکنه، مردم. ما امروز در یک دنیای بی
بی نهایت خطرناک زندگی میکنیم. در یک جامعه، در یک محیطی که فرزندان بیگناه ما را از هر طرف آماج گرفته. از همون لحظه 1 سالگی که اینا با موبایل آشنا میشن و با آیپد آشنا میشن و با تلویزیون آشنا میشن و با محیط باز، ما نمیدانیم طرفی او طرف کیه. فیلم هایی که هست، برنامه هایی که هست، تمام اینها فرزندان ما را و این فطرت پاک انسانی جامعه ما را هدف گرفته و بعد در عوض ما یک جامعه بسیار از هم پاشیده ایم، خانواده بسیار از هم پاشیده ایم، نظامی از هم پاشیده داریم. ما در برابر تمام اینها ذره امنیت روحی و روانی برای خود و فرزندان خود به وجود نیاوردیم. ما در خود ما در اسارت و استرس بمباران‌های هستیم که روان ما را، ذهن ما را، افکار ما را، اندیشه های ما را هدف گرفته و طبعا مایی که مریضیم دست فرزند خودمان را گرفته نمیتوان. این بحرانی که الان هست. ما گاهی فکر میکنیم ما دست فرزندانم را گرفتیم و اونها را به امنیت رساندیم، کار درست کردیم. اما برای بعد از اون چه کار کردیم؟ این سواله که باید از خود بپرسیم و از جامعه خود بپرسیم. حالا ممکنه ما وقتی که اخلاق در جامعه می آید بیشتر در این حوزه صحبت بکنیم. پس بنابراین مولانا یک حرف زیبا میزنه، میگه که چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. ما 2 بار زاده میشیم، 1 بار از مادر متولد میشیم، 1 بار از شخصیتمون متولد میشیم. 1 بار با خلقت خداوند ما به دنیا میاییم، 1 بار با تصمیم خود ما چگونه شخصیت را از خود به وجود آوردیم. مشکل اساسی که امروز در جامعه ما هست، ما برای بار دوم زمینه تولد خود را به وجود نیاوردیم. یا روزمرگی ما را مدیریت کرده، هر رقم که پیش آمد خوش آمد، یا شرایط اجتماعی ما را مدیریت میکنه. آدمی که معمار خودشه، خودش را خودش تولید میکنه، خودش شخصیت میده، خودش بارور میکنه. و اینه که ما وقتی در تزکیه میرسیم و در تعلیم میرسیم از زبان قرآن بیشتر صحبت میکنیم. و لذاست که از منظر قرآن انسان دارای 3 ظرفیته. وقتی انسان خلق میشه بر محور فطرتش 3 ظرفیت داره، 3 استعداد داره. این 3 ظرفیت را قرآن بررسی میکنه. 1 بدن، جسم، بدنی که ما داریم، دست و پایی که داریم، چشمی که داریم، گوشی که داریم، همه اینهایی را که داریم. دومش روح. بدن را خداوند میفرماید ما از خاک آفریدیم، از گل آفریدیم و به خاکم بر میگرده. شما هر آدمی را که دفن بکنید بعد از 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، کمتر بیشتر، مگر اینکه استثناء باشه، تبدیل به خاک میشه، و این که از خاک هست. و دومش روحه. روح را قرآن میفرماید این روح فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. میگه زمانی که مجسمه انسان را آفریدیم در خلقت آدم، زمانی که مجسمه انسان را آفریدیم، روح هم را به او دماندم. روح در واقع استعداد بی‌نظیری که از جنس خداست. روح یک ظرفیت بی‌نظیره، یک ظرفیتی که نه در توان فهم بشره و نه امروز حتی علم با همه امکانات و تکنولوژی که داره هنوز توانسته بفهمه ظرفیت روح را، جنس روح را، توانایی روح را، استعداد روح را. و به همین دلیل هم هست که قرآن آیه‌ای داره که میخواه همین رو بگوید.
در تاریخ داریم که مردم یهود وقتی که پیغمبر به بعثت رسیده بود، یک تعداد از علمایش آمدن گفتن که ما میخوایم 3 سوال از رسول الله بکنیم، اگر سوالای ما را جواب داد ما باور میکنیم که ایشان پیغمبره. 1. داستان اصحاب کهف را برای ما بگه. 2. داستان ذوالقرنین را برای ما بگه. و 3. روح را برای ما تعریف بکنه که روح چیه. وقتی که خبر رسید و پیامبر بزرگوار اسلام داستان اصحاب کهف را تعریف کرد، داستان ذوالقرنین را وقتی که تعریف کرد، وقتی که به روح رسید، این آیه بهش نازل شد که میفرماید و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از تو در مورد روح میپرسن، بگو روح از موضوعاتی که پیش پروردگار منه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اما در مورد روح از حوزه خداونده و در این حوزه اطلاعاتی شما ندارین جز بسیار اندک، همون چیزهایی را که ما میفهمیم. اما این که در ذات روح، در جنسیت روح، در ظرفیت و توانایی روح دقت بکنید، این استعداد در شما نیست، برای اینکه جنس او چیزی دیگه. به مجردی که روح به بدن می آید، گوش می شنود، چشم می بیند، مغز کار می کند، قلب حرکت می کند. این روحه که به کالبد انسان انسانیت می دهد. به مجرد که روح سفر می کند و مسیرش را ادامه می دهد، از همون لحظه انسانیت بر می گردد به یک لاشه، به یک مجسمه. انسان هست، جسمش هست، اما نمی بینه، نمی شنوه، فکر نمی کنه، استعداد رشد نداره و در نتیجه نابود میشه و تبدیل میشه به یک لش. این روحه که ماندگاره و میمانه و سفر میکنه. و همین روح هم هست که لذت میبره، همین روح هم هست که رنج میبره. ما در عالم رؤیامون خواب خوب میبینیم، لذت میبریم، آرزو میکنیم اصلا کاش بیدار نشده بودیم، در حالی که تن ما خوابه. خواب بد میبینیم، رنج میبریم، گریه میکنیم، عرق میکنیم، رنج میبریم، برای اینکه این روحه که در واقع رنج میبره. و سفر بعدی ما هم همینه، حالا او در جای خودش بمانه. پس بنابراین بدن و روح این دو را خداوند متعال مدیریت کرده و مدیریت میکنه. و 3 نفسه. نفس یک چیز بین این دوتاست، بین روح و بین جسم، و او استعداد درونی انسانه که بین قلب و بین مغز کار میکنه، که اگر او قابل مدیریته، اگر ما بتوانیم او را مدیریت بکنیم، به روح نزدیک میشه، غذای روحانی بدیم، ظرفیت روحانی بدیم، او را مدیریت بکنیم، لجام بزنیم. این نفس بیش از وقت بیشتر از همه متمایل به لذت جسمانی است. لذت ها را، شهوت ها را، کشش های مختلف را دوست داره. رابطه بین روح و بین جسم برای نفس به سمت روح، به سمت سربالایی، سفر به بالای قله سخته، دشواره. شما از پایین کو بخوای به سر قله بری سخته، عرق میریزی، خیلی باید تلاش بکنی. اما وقتی از قله به پایین میایی آسانه. نفس بین روح و بین جسمه، بین روح و بین بدنه، به میزانی که ما او را خوراک روحانی بدیم، خوراک اخلاقی بدیم، او را تربیت بکنیم، تزکیه بکنیم، تعلیم بدیم، لجام بزنیم، به همون میزان او به سمت روحانی حرکت میکنه. و بعد اگر او را رها بکنیم، هر رقم که دلش خواست سفر بکنه، او دوست دارد شهوت را، خوراک را، حالا این خوراک هر نوعی را که شما فکر میکنین. و لذا کنترل نفس
معماریش را به ما داده خداوند متعال. ما این که بتوانیم این نفس را لجام بزنیم یا نزنیم، مدیریت بکنیم یا نکنیم، به میزان که ما ای را محاسبه میکنیم، پشت سر هم بررسی میکنیم، به همون میزان توانایی ما در کشف استعداد ما قوی تر میشه. بعضی آدم ها حتی در طول عمرش برای 1 ثانیه فکر نمیکنه که من دارم چیکار میکنم، عمرم را به کدام سمت میرم، من چی ظرفیت ها دارم، چی توانایی ها دارم، چی استعداد ها دارم، این ظرفیت ها را به کجا مصرف کردم، چگونه مصرف میکنم. اما بعضی آدما شبانه خود را مدیریت میکنن و همین جمله است از یک از معصومین که میفرماید موتو قبل ان تموتو، بمیرین قبل از این که شما را بمیراند، یا حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبه کنید خودتان را قبل از این که به حسابتون برسد. پس بنابراین بحثم را جمع میکنم، وقتم داره پایان تمام میشه. امشب این نکته را از من داشته باشید که تمام هستی را خداوند متعال میگوید من برای تو آفریدم انسان، اما تو را برای خودم. و بعد این انسان را در خلقتش 2 مرحله داره. یک مرحله‌ای که خداوند خالق آنه، آفریدگار آنه و انسان را بر اساس فطرت آفریده، و مرحله دوم مرحله که خود انسان معمار خودشه، سازنده خودشه، کاراکتر خودش رو خودش تولید میکنه. که اگر توانستیم هر انسان به اندازه‌ای که قدرتمند در ساختن خودش، به همون میزان توانایه، به همون میزان موفقه. و انسانی که در این حوزه نمیتواند خود را مدیریت کند، نمیتواند ظرفیت‌هایش را بفهمد، نمیتواند نفسش را مهار بکند، این انسان سوار اسب چموشیه که حالا ممکنه او رو به دره بندازه، او رو به کوهپایه ها ببره، او دیگه در اسارت نفسه. شب‌های دیگر عرایض دیگر خواهیم داشت.